سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. من محمد تاکتیکشو هستم و اومدیم با یه ویدیو جدید و خفن دیگه. تو این ویدیو اومدیم بعد از مدت ها بریم به سراغ گیم جذاب به اسم واتر پارک سیمولیتور، همون شبیه ساز پارک آبی. بعد این بازی خیلی وقت نیست که اومده، ولی خب هولوش چند ماهی میشه اومده. من از همون اول میخواستم ویدیو گیمش رو براتون بگیرم، ولی خب متاسفانه هی میرفتم توی گوگل پلی و میخواستم دانلود کنم که براتون بازیش کنم. بعد میزد که این گیم هنوز منتشر نشده. تا منتشر شدن منتظر بمونید، پیش ثبت نام کنید که وقتی منتشر شد خودش نصب بشه براتون اتوماتیک. ولی بقیه یوتیوبرایی که موبایل گیم می‌ذارن من دیدم از این گیم گذاشته بودن و متاسفانه من با چند تا گوشی هم که امتحان کردم باگ خورده بود و زده بود منتشر نشده هنوز. بعد چند وقت دیگه خودش دانلود شده، اومدیم که بریم سراغ ویدیوش. بعد لایک کامنت سابسکرایب اصلا فراموشتون نشه، خیلی بهمون کمک میکنه، خیلی بهمون انرژی میده که ادامه بدیم برای پارتای بعد. همونطور که میدونین متاسفانه یوتیوب فارسی داره از هم میپاچه، به خاطر اینکه یوتیوب داره جدیدن آی پی های ایرانی ها رو تشخیص میده که درآمد یوتیوبرها تقریبا میتونم بگم خیلی کمتر شده، نصف شده. یوتیوبرهای ایرانی یوتیوب فارسی خیلی وضعیتش خراب میشه، نه از لحاظ حالا مثلا بگم یوتیوب فارسی مثلا از بین بره، نه از بین نمیره، ولی خب متاسفانه چون درآمدها خیلی کم شده، درآمد یوتیوبرها آی پی ایرانی داره تشخیص میده، متاسفانه درآمدش در نمیاد و کانتنت های خفنی اگه بخوای بسازی بعد همه رو از پسندازات و اینا بدی که متاسفانه خیلی وضعیت یوتیوب فارسی داره بد میشه. ولی ما با این حال بازم ادامه میدیم. بعد بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ها، این هم هستش از بازیمون. بزن بریم که وارد بشیم به بازی و عشق و حال و بالاخره پارک آبیمون رو بسازیم و لذت ببریم. انگلیش خب میگه اسم بزنیم تاکسیک پارک. یه اسم بسیار حرفه‌ای که هم اسم چنلمون توشه و یه اسم خیلی حرفه‌ای هست. به به، تاکسیک پارک. خب بعد بریم که بعد اول اینا رو اوکی کنیم که خب حالا بعد اینا رو خراب کنیم که پارک آبی رو بسازیم. خیلی حرفه‌ای. $500 هم پول داریم برای راه اندازی این پارک آبیمون. بزنید بریم که خب آشغالا رو حالا باید بریم جمع کنیم، بریم کیسه زباله رو برداریم. این بازی خیلی بازی بالی هستش. این چند وقته که اومده توی یوتیوب بازیدهای خیلی خوبی داشته. بعد دیگه همینجور خیلی محبوب بوده توی یوتیوب که ما متاسفانه می‌خواستیم بگیریمش همون اولایی که اومده بود، ولی متاسفانه باگ خورده بود و نمیشد کاری کرد و ما هم دیگه این دیگه جا نمیشه توش. باید بریم چند تا دیگه اوکی کنیم و اینو بندازیم دور، یکی دیگه برداریم، دوباره این آشغالا رو جمع کنیم، بعد بریم پارک رو را بندازیم. یه دونه دیگه مونده ببینم، نه دیگه آشغال نیست و بریم که بریزیمش. اینم آشغالی. بریم اینجا، باید بریم این کاغذایی که این روی این شیشه هست و پاک بنماییم. خب این از اینم از این
خب الان باید بریم استخر رو بسازیم این وسط که متاسفانه بیلد مود بیاز ببخشید که من اینو همین وسط اوکی میذاریمش. خب باید بسازیمش حالا. خب یه استخر خیلی حرفه‌ای ساختیم و الان هم باید بریم آب استخر رو پر کنیم که اینو ببندیم که پر بشه. خب الان بعد دوباره یه چیز دیگه بسازیم. من اینجا یه دونه باید بیام این برتر که نه خیلی دوره. یه دونه این وریش باید بکنیم. چرا سبز نمیشه نمیدونم. مثلا که باید بیاییم عقب‌تر. خب مثل این که الان اوکیه. باید بریم حالا بسازیمش. خب بسازیمش و مشتری ها رو بیاریم توی کار پولدار بشیم و یک پارک آبی حرفه‌ای ترین پارک آبی جهان میشه پارک آبی ما. خب باز شد. الان باید یه بلیط بفروشیم. حالا منتظر مشتری هستیم که مشتری بیاد و لذت ببریم از مشتریامون رو بریم بعدش. حالا بازی خیلی جذابه. بعدش بعد میبریم تبلیغات هم میکنیم، با این تراکت ها چاپ میکنیم و میریم توی سطح شهر پخش میکنیم. حالا الان منتظر اولین مشتری مونیم که بیاد. ببینم بازه. الان باز. خب اولین مشتریمون هم اومد. خب بعد 4 ساعت برای تین. اوکیه. نه 6 ساعته. 4 ساعت تیکت رو بدیم. بگیر آقا برو تو اشغال کن. 8 ساعت تین. 8 ساعت آجی پوست نمیندازی تو آب. نه 8 ساعت تین. ای بابا تیکت رو بدیم. برو آجی برو تو اشغال کن. 6 ساعت سنیور. 6 ساعت. خب اوکیه. حالا این مشتری ها رو هم دازم. مثل این که باید بریم جایی که خیس شده رو تی بکشیم. 4 ساعت تین. این 4 ساعت اینم تینش. خب بیا بگیر ببینم که خب 4 ساعت ادالت. خب 4 ساعت هست. ما باید بذاریمش روی ادالت. خب اینم از این مشتریمون. بریم که برداریم جارو رو که خب بریم جایی که خیسته رو باید تمیز کنیم که نخورن زمین. استخر رو تمیز میکنه با تی. چجوریه رو حالا خودش میدونن. یه استخر بسیار حرفه‌ای و هیجان انگیز. این آقا رو آب را میره. یک قدرتمند واقعی رو آب را میره این آقا. خیلی خب
فعلا جای آب نمیبینم. بعد اینجا خیسه، اینجا خیسه. خب حالا باید بریم مثل اینکه بریم سرسره درست کنیم. بعد سرسره روی کار که دیگه اون میفته برای پارت بعد. بذارید اینجا هم تمیز کنم. اون دیگه میره برای پارت بعد که خیلی اگه دوست داشته باشید حتما براتون میذارم پارت بعدشم. پارت بعد خیلی باله، سرسره رو میخریم و سری کارهای جدید قراره تو پارت بعد بکنیم که خیلی حرفه‌ای بشه و زیبا و جاداری. بزنید بریم. چی شد؟ خب اینم بود از این پارت. بزن بریم سراغ اوترو. خب بچه ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک سابسکرایب اصلا فراموش نشه که انرژی بگیریم برای پارتای بعد. حتما اگه دوست داشتید پارتای بعدی این بازی رو براتون بذارم حتما کامنت بذارید که براتون سریعتر هرچی سریعتر براتون بذارم. بعد اگه دوست داشتید که ویدیوهای گیمی دیگه ای براتون بذارم اسم بازی رو برام تو کامنت ها بنویسید که هرچی سریعتر براتون بذارم. تا ویدیو بعد، پیس اوت.